وقتتون بخیر. برای تحلیل تحریکات پیشرو که توسط حاکمیت دولت ایرانی صورت میگیرد ما امروز سعی میکنیم آن چیزی را که تحت نام منشور شورای اصناف صادر شده است رو تحلیل بکنیم. برای فهمیدن این من مجبورم کرونومتری مسائلی رو مطرح بکنم تا به این جریان برسیم، هم از اتفاقات گذشته و هم از مسائلی که پیش رو داریم. کسی که کمترین سواد و درک و درایت را داشته باشد با مراجعه به آنچه تاریخ معاصر ایران نامیده می شود، با وجود تمامی تناقضات و داستان سرایی ها، با وجود تمامی شلوغ بازی هایی که می شود، به چندین پرسش اساسی برمیخورد. اولین پرسش این است که نه خود مفهوم ایران که بعداً در چارچوب یک جغرافیای سیاسی یا یک دولت ملت نمود عینی پیدا می کند، دارای تبیین نظریه مدرن نیست. یک سری تاریخ سمت و سودار تحلیلی و وقایع نگاری موجود است که گزارشی از یک گذشته میدهد، اما این مفهوم ایران تبیین نظریه مدرن ندارد. همزمان با این برمیخورید به یک سری وقایع به اصطلاح تاریخی، من جمله انقلاب مشروطیه. انقلاب مشروطیت هیچ تبیین نظری ندارد و هیچ شرایط عینی و مادی ندارد. یعنی که شما یک انقلاب کرده ای نمیتوانی بگویی خاستگاه این انقلاب کجاست، کی و از چه زمانی تبیین نظری شده است تا ضرورت این انقلاب حس بشود. سه اینکه شرایط مادی و عینی که بتواند این انقلاب را خواهی نخواهی رقم بزند موجود نیست. برای درک این ببینید، انقلاب مشروط همزمان است با انقلاب 1905 روسیه، اما در روسیه دو تا اتفاق میفته. یکی این که در روسیه کامن لو و سیویل لو اروپا در دو تا کشور دیگر غیر اروپایی تعقیب میشه، روسیه و ژاپن. در روسیه الکساندر دوم 1861 زمینه را فراهم می کند تحت نام آزاد کردن نیروی کار یا پرولتر سازی یا بی همه چیز سازی، عده‌ای از دهقانان روسیه رو یا پزنت های روسیه رو آزاد می کند. اینها تبدیل میشن به حاشیه نشین های شهرهای بزرگ و نیروهای کار و ذخیره کار کارخانه ها و بورژوازی روسی. همزمان با این عده‌ای از فئودال های متمایل به بورژوازی هم وجود دارند. درست کردن یک سری سندیکا حزب توسط بورژوازی روسیه برای اینکه بتواند قدرت تزار را در سلب مالکیت کردن از آنها بگیرد، ختم به انقلاب 1905 روسیه میشه و تشکیل مجلس دوما. حالا شما در ایرانی که یک قاجاریه برساخته بدون قدرت، فاقد بورژوازی ملی، فاقد خیلی بی همه چیزان شهری هستی، چه چیز ضرورت انقلاب مشروطه را برجسته می کند؟ خب این نمونه اولش. شما نه تبیین نظری داری نه شرایط عینی و مادی داری. برگردیم به شرایط ژاپن یا برگردیم به همان استبداد شرقی. اتفاقی که در ژاپن میفته، امپراتور میجی خودش تغییرات و فرمان تغییرات را صادر می کند. شما اینجا نمی بینی که شرایط عینی و مادی موجود بوده باشه، صاحبان چرخ تولید و بورژوازی در این
ایران موجود بوده باشد، خیلی بی همه چیزانی موجود باشد تا بخواهد دستگاه سلطنت استبدادی را به عقب براند و حکومت قانون بیاورد. مدل روسیه نیست، اما مدل ژاپن هم نیست. یعنی شما یک امپراتور یا یک پادشاه داشته باشی، خودش بخواهد از بالا اصلاحاتی را صورت بدهد، مثل کاری که میجی میکنه و اتفاقا مخالفتی که قشر سنتگرای سامورایی در مقابل امپراتور میجی میکنند و ماجرای قیام تبو. خب چرا دولت ایرانی این ماجراها را یکی پس از دیگری رو میکند؟ دولت ایرانی میخواهد بگوید یک ملتی در ایران وجود دارد که آنچه را ما ساختار دولت مینامیم احیانا برآمده از اراده مردم ایران است. خب این یک دروغ بزرگه. اراده هیچ مردمی به نام مردم ایران در پس پشت مؤسسات سازی، قبضه کردن مالکیت، قبضه کردن قدرت، در کنترل گرفتن مبادله نیست. به همین خاطر اینها رو فرازی به نام انقلاب مشروطه نیستن. دروغ محض، جعل محض. شما این رو برای هر کسی بگید در این دنیا یک مقدار عقل داشته باشه و اسیر توهمات و رمالی و دست غیب نباشه، باور نمیکنه چیزی به نام انقلاب مشروطه به وجود آمده باشه. فراز دومی که بهش اشاره میکنن فراز ظهور آیت الله خمینی است. باز آنچه که پارادایم شیفت 57 فاقد تبیین نظریه. همزمان با این هیچ کسی اشاره نمیکنه که دستگاه سرکوب محمد رضای پهلوی را کی از کار انداخت؟ چه چیز از کار انداخت؟ هیچکی نمیگه. لذا همونطوری که خمینی در سخنرانی های بعدیش میگه و میگه مگر ما چند بار انقلاب کردیم؟ ما روز اول نمیدانستیم انقلابی برخورد بکنیم، حالا بایستی انقلابی برخورد بکنیم. وقتی خمینی اذعان میکنه که نمیداند انقلاب چیست، طبیعتا مردم عادی که به خیابان آمدند و تبدیل به خیل مردمان بی همه چیزی شدند که وزن کشی کردند در خیابان برای این پارادایم شیفت، نمیدانستن انقلاب چیست. به همین خاطر این تصور انقلاب کذایی که بیای تو خیابون قدم بزنی و 4 تا شعارم بدی، 2 تام کشته بدی، یک حاکمیت مستقری که تمامی امورات زندگی تو را در کنترل دارد، فقط سرباز نداره. شما امروز سیستم پیمنتی که باش مبادله میکنی، تخم مرغ میخری، روغن میخری و با کارت بانکی داری پرداخت میکنی، قدرت حاکمیته. همین ازت بگیره شما نه ثروتی داری و از گشنگی میمیری و توان مبادله کردن نداری. 57شون هم فاقد تبیین نظری. هر جوری هم بررسی میکنی، تمام اونهایی که اصرار میکنن این انقلابه نمیتونن ثابت بکنن چگونه انقلابه. اما تمام اینها چون موجودیت را از 57 میگیرند، منکر 57 نمیشن. تمام اینهایی که تحت نام احزاب چپ و ملیگرا و نهضت آزادی و جبهه ملی و حزب توده و چهره های مختلف و پیروان خط امام و حاکمان در قدرت، همگی موجودیت را از 57 میگیرن. لذا باز مردم ما هیچ تصوری نداره. اما یه اتفاق اینجا میفته، اون اینه که این ایرانیتی که به زور القا کردن یک کار کرده. از مردمان این سرزمین یک مشت انسانهای بدون پیوند ساخته که تنها پیوندی که به هم دیگر دارن مبادله و پوله و هیچ چیز دیگه نیست. لذا این مردمان گمنام غیب شده رو غیب کردن و هر از گاهی با حضور و به نام اونها صحبت کردن، این مفهوم انتزاعی مردم و با کشاندن اینها به خیابان، خیلی عظیم کراود یا جمعیتی که میشه سرکوبش کرد و کسی نمیدونه کیه، هیچ تعینی ندارن، هیچ روایتی ندارن، هیچ قصدی ندارن، رو کتک زد و به خانه فرستاد و به نام اینها مطالبه سازی کرد. اتفاقیه
که حاکمیت دولت ایرانی میکنه. دولت ایرانی برای اینکه بتواند صورت دولت ملتی خود را حفظ بکند مجبور است که مؤسسات دولتی خود را ابدی بکند، یعنی اینکه مقوله انقلاب را، مقوله برکندن مؤسسات را برای همیشه پایان بدهد و مؤسسات دولتی را به نهادهای الهیاتی تبدیل بکند که گویا بازنمایی کننده ملت غیب شده ایرانند و مردم ایران رو میشه در مؤسساتی که درست کردن دید. لذا اسمشو میذارن تلاش برای دموکراسی خواهی و حاکمیت مردم از 100 و اندی سال گذشته از مشروطیت تا به الان. یک جا یک مردم موجود نیست. حالا ما دقیقاً در شرایطی قرار داریم که دولت ایرانی میخواد برای اولین بار حکومتی و حاکمیتی را بسازد و بگوید این حاکمیت تعبیر از اراده مردم ایران میکند، روح ملی ایرانیان است که متبلور شده و آحاد ایرانیان در تشکیل این حکومت دست داشتن، بها دادن، تعقیب آزادی، دموکراسی کردن تا به اینجا رسیدن. اگر ما این روند رو فهمیدیم، حالا میفهمیم که حاکمیت میخواد کدام گول سر مردم بماله. ببینید کل حاکمیت تکان نمیخوره، مناسبات بر ساخته اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دست نمیخوره، ساختار حاکمیت دست نمیخوره، روایت حاکمیت و اسم حاکمیت عوض میشه تحت نام مطالبه مردم، مطالبه پیگیر مردمی که بها داده است. برای این من سیر تحولات رو بررسی میکنم. ببینید شما از سالیان گذشته دیدید که حاکمیت جمهوری اسلامی داره یک نمایش کلاپس شدگی میده. از چه؟ از آغاز کردن یک سری اعتراضات به نام اعتراضات فقرا، قیام گرسنگان 96-98 و کشتگیری از اینها، سربرآوردن یک سری شعار و کانال آمد نیوز روح الله زمی که از رازهای پشت پرده سپاهیان و بیت خامنه ای و علما می گفت. باز شما اینجا نه تشکلی داری، نه ایده انقلابی داری، نه تعقیب آزادی داری، رو مسئله فقر وای میسی. خب شما میایید قیمت ارز رو جابجا میکنی، یک شب مردم رو فقیر میکنی، هی داری مردم رو تحریک میکنی که مردم رو به خیابان بکشی، مردم رو به خیابان بکشی، از مردم کشته بسازی و نشان بدهی که جمهوری اسلامی به کلاپس شدگی رسیده است. از همین دست زدن نافچه سپاه پاسداران توسط خود سپاه پاسداران و کشته شدن 19 نفر از کوادر سپاه پاسداران. از همین دست زدن هواپیمای اوکراینی، انفجارهای یکی پس از دیگری و بر گرده اسرائیل نهادن 4 تا ترقه در کردن، مثل این کار آخری که تحت نام زدن یک جایی در اصفهان توسط یک پهپاد اسرائیلی اتفاق افتاد. این کارم من میتونم بکنم. ببینید اسرائیل با این همه اهن و طلب و ادعا دارم و گنده هستم و قدرت هسته‌ای هستم، کار شده این که یه پهپاد قارقارکی بفرسته، یه عقلی سرج منفجر بکنه یه جایی. این کارم من میتونم با $1000 بکنم. به راحتی میشه یک پهپاد $1000 خرید، 1 کیلو TNT انداخت هر جایی که دلت میخواد. این که قدرت عظیم اسرائیل و دولت یهودی و صهیونیسم نمیخواد. ببینید داستان رو خیلی دارن لوس میکنن. تا به کجا میرسیم؟ تا به فراز دادگاه حمید نوری میرسیم. ما همونجا بعد از گزارش BBC و گزارشی که از هرش صادق ایوبی کردند، ما همونجا تحلیل کردیم که این سناریو بر ساخته خود حاکمیت دولت سوئد داره یک دادگاه فرمایشی برای جمهوری اسلامی برگزار میکنه تا استخوان لای زخم تابستان 67 را حل بکند برای گذار به آینده و همچنین مجاهدین خلق را نابود بکند.
سیر تحولات بعدی ثابت کرد تحلیل ما درست بود و این استخوان لای زخم تابستان 67 ماسمالی شد و مجاهدین خلقم گرچه لیلی به لالاشون گذاشتن و گفتن دولت ایران جنایت جنگی کرده، اما مجاهدین خلق را تبدیل به نیروی پراکسی صدام حسین کرد در جنگ ایران و عراق و عملا مجاهدین خلق را دچار مرگ سیاسی در جامعه ایران کرد. از همین دست ما دیدیم یهو گفتن یه انقلاب به راه افتاده به نام زن، زندگی، آزادی، در پی مرگ یک دختر سقزی و زنان سقزی با برداشتن روسری های خود الهام بخشی کردن. تمام ایران تکان خورد، گفتن کردستان چشم و چراغ ایران. زن، زندگی، آزادی. هیچ تبیین نظری نداره. این انقلاب هم هیچ تبیین نظری نداره. یک سری تحریکات بیرونی ظاهراً وجدان ایرانیان رو تکان میده، اما وجدان ایرانیان رو تجاوز به مردها در کهریزک تکان نداد. قتل‌های فجیعی که صورت گرفت تکان نداد. کشتن شهلا جاهد و امثال شهلا جاهدهایی که از تن زنانه خود دفاع کرده بودند و متجاوز رو کشته بودند و اعدام شدند، وجدان هیچ ایرانی را بیدار نکرد. ما نفهمیدیم چرا. وجدان ایرانیان برای دختر سقزی بیدار شد. پرواضح بود. کار حاکمیت و حاکمیت داره نمایش انقلاب میده و شروع کرد به نظر سوار کردن بر عمل در خیابان. اینا همه گفتن انقلابه. گفتن انقلاب خودجوشه، رهبریت نمیخواد، مال نسل زده، گیم های کامپیوتری کردن. حتی از زبان خود حاکمیت گفتن که بازجوها خسته شدن، اصلا نمیدونن چطوری با این جوونا حرف بزنن. شما برای اولین بار دیدی هر کسی رو که بازداشت کردن دیگه منتسب به هیچ اپوزیسیونی نکردن. نه گفتن این مشروطه خواه بوده، نه گفتن این سلطنت طلب بوده، نه گفتن این کومله بوده، نه گفتن این سلفی بوده، نه گفتن این هیچ کاره بوده. گفتن اینا یک نسل زد گیم بازن که غیر قابل پیش بینی هن. خامنه‌ای هم اومد گفت این یه عده گول خوردن، 4 تا چک بزنید، 2 تا بازخواست بکنید، اینا رو آزاد کنید. اما اصرار بر این که این انقلاب زنانه است و این سر نمیخواد، جوانان محلات تهران و خیلی دستهای غیبی دیگری اینها رو سازماندهی میکنن. تا به کجا رسید؟ ببینید فقط ماییم که میتونیم بگیم چرا اعتراضات خیابانی جلوش رو گرفتن، دیگه ادامه ندادن. هیچ کسی دیگه نمیتونه این حرفو بزنه. چرا؟ بقیه میخوان رو محور سرکوب وایسن. خب ما دیدیم جمهوری اسلامی در نماز جمعه زاهدان در همون روزهای ابتدایی 200 نفر رو قلقم کرد. کسی پاپس نکشید، اعتراضات بود. ما دیدیم با تفنگ ساچمه مردم رو تو خیابون میزدن، جنازه میافتاد، مردم بود. چه شد که مردم نماند؟ سرکوب وحشیانه بدون ترحم، سرکوب وحشیانه بدون ترحم در جریان بود از روز اول تا به آخر، مثل همه جای دنیا، مثل پاریس، مثل لندن، ولی چرا ادامه پیدا کرد و یهو نماند؟ اعدام کرد. اتفاقا اعتراضات و نمایش اعتراضات تمام شده بود، 2 تا اعدام کرد، آن هم نه به اتهام همکاری با گروه های تجزیه طلب و چه میدونم برانداز اینا، بلکه به عنوان محاربی که قتل کرده اینها رو اعدام کردن. اما 10 روز 20 روز بعد از اینکه اعتراضاتی وجود نداشت. چرا اعتراضات خیابانی را دیگر ادامه ندادن؟ اعتراضات کنترل شده ی پراکنده خیابانی. به خاطر اینکه ما به حاکمیت دولت ایران گفتیم شما مثل همیشه میتوانید خیلی مردم بی همه چیز را به خیابان بیاورید، ما نمیتونیم. اما وقتی مردم رو به خیابان آوردید، تداوم دادید، ما کاری میکنیم که مردم متعین بشن و انقلاب واقعی صورت بگیره. چیزی که باعث شد دولت ایرانی جلو این رو بگیره، فراز و اشنویه، مهاباد، سنندج، کامیران و جوانرود بود. طبق خواسته ما، طبق تفکرات انقلابی، مردمی که به خیابان آمدن این بار از مؤسسات عبور کردن. دولت ایرانی از ترس این ماجرای نمایشی کنترل شده ای رو که داره پیش میبره
و در اشنویه مهاباد جوانرود سنندش کامیران از دستش در میره، به صورت اپیدمی در بیاد و تبدیل به انقلاب واقعی بشه و اساس و بنیاد تمامی مناسبات و مؤسسات این رو در هم بکوبه. لذا فتیله رو پایین کشید. رفت تا کجا؟ رفت در اقوا یه سری نمایش‌های اعدام تا سال 9 میلادی و رشته توییت هایی که صادر کردن. حالا در این رشته توییت های پیام تبریک سال 9 برای اولین بار رهبران اپوزیسیون اومدن گفتن که نه خیر، شما 10 سالم تو خیابون باشی هیچ اتفاقی نمیافته، بایستی آلترناتیو سازی کرد. این ماجرای آلترناتیو سازی چیزی ازش نگذشته بود، به وکالت رضا پهلوی رسید. رضا پهلوی با این همه اهن طلب 400,000 تا هشتگ نتونست جمع آوری کنه. عملا این محبوبیت پسر شاه و نماد ایرانیت و تجسم ایرانیت مالیده شد و اصولا در وزن کشی که انجام داد به هیچ جایی نرسید آقای پهلوی. در همین راستا به فراز جورجتاون میرسیم و تدوین کردن منشوری که از ایران دیکته میشود. اینو کی میگه؟ شیرین عبادی میگه. منشور یک فرمان اقتدار است به محکومان. منشور. و حالا قرار این منشور بیاد بیرون. پس ما از یک روند انقلاب به جنبش رسیدیم، به اعتراض رسیدیم، از یک اعتراضات صلح‌آمیز و بدون خشونت رسیدیم بدون رهبریت نمیشود قیام کرد. حالا از رهبریت سازی رسیدیم به درست کردن شرایط انتخابات آزاد. اما اینجا یه چیز غایبه. هیچ کسی نمیگه که چطوری جمهوری اسلامی را زمین میزنه. هیچ کسی نمیگه نهادهای سرکوب جمهوری اسلامی را چگونه به عقب میرانه. هیچ کسی نمیگه این حرفای گند و گنده‌ای که داره میزنه مال زمانیه که جمهوری اسلامی نیست، دستگاه سرکوبش کار نمیکنه. چطوری دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی را از کار میندازید؟ اما اینو پاسخ نمیدن، فرار به جلو میکنن، برای تو تصور آینده میکنن. همین حالا یه مشت تشکل تحت نام تشکل‌های صنفی بدون اینکه بگه چطوری جمهوری اسلامی رو زمین زده، خواسته های خود را در منشوری بیان میکنن. آقا تو چرا این منشور رو 40 سال پیش ندادی؟ چرا؟ چه اتفاقی افتاده؟ حالا برای فهم این شما بایستی بدونی خمینی وقتی فرمان شورای انقلاب رو میده، عین فرمان شورای انقلاب خمینی اینه. در دیماه 57 خمینی میگه به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد مورد وثوق موقتا تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد. خمینی چرا این فرمان رو صادر میکنه؟ بر اساس چه مشروعیت به این فرمان میدهد؟ میگه که به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران. خب ظاهرا خمینی میخواد بگه که این اعتراضاتی که تو خیابونها هست به من رأی اعتماد داده. حالا هیچ اعتراضی در خیابان نیست، هیچ کسی تو خیابون نیست. این آقایان اصناف بر اساس چه این منشور رو صادر میکنن؟ رهبرم که نیستن، رأی اعتمادم از مردم ایران که نگرفتن. مردم ایران هم اینها رو فریاد نزده. اینها بر اساس چه به خود جرأت دادن همچین چیزی رو مطرح کردن بدون اینکه بگن چطوری جمهوری اسلامی رو ساقط میکنن؟ اگر در هر برهه‌ای میشد از این حرفا زد، چرا 4 دهه هیچی نگفتن؟ خب اینا سوالای بزرگیه. شما فقط یک پاسخ میتونی پیدا بکنی، اون اینه: خود دولت ایرانی، خود بیت رهبری و خود سپاه پاسداران داره این نمایش‌ها رو راه میندازه. میگم کاری نداشته باشید با اینکه جمهوری اسلامی چطور از بین میره،
جمهوری اسلامی تن میده شما از این کارا بکنید، جمهوری اسلامی بهتون اجازه میده. تا به کجا میرسیم؟ به عفو عمومی علی خامنه ای میرسیم. اینکه خانم زهرا محمدی برمیگرده میگه منو به زور از زندان اخراج کردن. ما برای اولین بار در تاریخ میشنویم یه حکومتی در دنیا پیدا شده زندانی را از زندان اخراج میکند. اخراج از زندان، اینم از معجزات ایرانی بودن و دولت ایرانی. یا اینکه در امتداد وحدت ملی پکیجی که آقای رئیسی جنایتکار هیئت 4 نفره به خامنه ای میده. تا چه اتفاقی بیفته؟ تا تمام ایرانی هایی که بر اساس حب و بغض در این نمایش و کارنوال های اپوزیسیونی شرکت کردن بتوانند برگردن. اعضای اپوزیسیون و کسانی که تضمین قانونی داده خواهد شد که تحت تعقیب قرار نمیگیرن. من 7 سال پیش گفتم تمامی افراد این اپوزیسیون رو دولت ایرانی برمیگرداند. پس عملا آزادی زندانی ها رو داریم میبینیم، به عملا اجرایی میشود عفو عمومی که تضمین عدم تعقیب قانونی را هم به دنبال دارد. حالا میریم سراغ این منشور. اما قبلتر آقای عبدالکریم سروش در اون ماجرای کذایی جورج تاون سخنانی رو پیرامون اون موضوع گفته. من سخنانش رو پخش میکنم، این نقد کوتاهی رو این حرفا میزنم. همین دیروز در واشنگتن در دانشگاه جورج تاون جلسه بود و چند نفر شرکت کرده بودند که تقریبا بساط رهبری برای ایران پهن کردند و به گمان اینکه نامی در رسانه ها دارند فکر کردند که در دلها هم جایی دارند. یکی از آنها که تا امتحان نداد و سر تا پا برهنه نشد او رو به درون خانواده هنری نپذیرفتند. چند تایی از آنها که اصلا از عالم سیاست خبری ندارند، در میانشون حتی یک پرچم ایران به چشم نمیخورد، نامی از اسلام و دیانت قاطبه مردم ایران در میان نبود، بلکه اکثریت آنها کمال ناآشنایی با این سنت عظیم و قویم ایرانی داشتند. یکیشون که از تجزیه طلبان مشهور و بنام است. بنابراین اینها که مگر برای دلخوشی خود و مگر برای پر کردن برنامه هایی که میدانیم از کجاها سرمایه آنها میرسد و خط سیاسی آنها میرسد، مگر برای آنها کاری بکنند، برای ملت ایران کاری نمیتوانند بکنند. نه از ایران چندان شناسایی و آشنایی دارند، نه از دیانت مردم، نه از سنت آنها، نه از ارزشها. بیشترشون در میان مردم ایران هرگز نزیستند و نبودند، با دردهای آنها آشنایی ندارند، با ارزشهای آنها آشنایی ندارند و بعد با کمال بیخیالی بلکه با کمال جسارت دعوی رهبری این قوم رو هم دارند و گمان می‌کنند که کافی زمام امر به دست آنها سپرده شود تا کشور گلستان شود. خب آقای سروش هم نمیگه که چطوری از جمهوری اسلامی میشه عبور کرد که اینها بساط رهبری پهن کردن. جمهوری اسلامی در نهایت اقتدار بر اریکه قدرت نشسته است. یک سری مردم مفلوک فاقد همه چیز آفریده و تحت فرمان خود دارد. اینها رو کنترل کرده بر اساس تقسیم کار، با کنترل کردن مبادله، توزیع، پول و سیستم پرداخت با کالاهای اساسی و نیازهای معیشتی روزمره که اگر دولت ایرانی شیرازش از هم گسیخته بشه مردم امکان داره به گرسنگی، ورشکستگی و نابودی کشیده بشن. این نمیگه که جمهوری اسلامی چگونه از قدرت ساقط میشه تا اینا بساط رهبری پهن بکنن. اما این برجسته شدگان، این روشنفکران رهبرساز در 2 برهه تاریخی رهبرسازی کردن. یکیشون در ماجرای 1299 کودتای رضاخانی و امثالی مثل آقای داور و محمد علی فروغی و ارانی و
تیمورتاش و کسانی از این دست که به دنبال یک دیکتاتور مقتدر برای درست کردن یک حاکمیت متمرکز بودند و لذا حول چهره رضاخان جمع شده و از او پاک نژاد آریایی باستانی شاهنشاه پهلوی ساختند. سال 57 از یه ملای یلا قبا به نام خمینی توسط ارباب آمریکایی یک سید منجی دست غیبی امام زمانی ساختند که انقلاب 57 را می کند، مردم را الهام می دهد بدون هیچ متنی. حالا چه شد این روشن فکران برساخته ایرانی به دنبال یک رهبر دیگری نیستن بر بسازن؟ چرا هر کسی رو مطرح می کنن با کله می زنن؟ گفتمانم ضد رهبریته. همه دارن میگن که ما رهبر نمیخوایم، اما عملا هیچ جای دنیا بدون رهبر شما نمیتونی نیروی جمعی بسازی، انسجام بسازی. ببینید از یک آدم مست پاتیل الکی به نام مصطفی کمال پاشا ترک ها و اربابان خارجی و انگلیسی یک آتاتورک میسازن، کسی که دائما مسته و در اثر مصرف بیش از حد الکل در سن 50 و اندی سالی در توسط سرطان کبد از بین میره، اما اینو آتاتورک میکنه. چرا هیچ کدوم از اینها نمیگن کی رهبره؟ چرا نمیگن؟ و چرا همه اینها فکر میکنن که جمهوری اسلامی از بین رفته؟ اینا طوری دارن دعوا میکنن انگار جمهوری اسلامی به عنوان مانع سر راشون نیست. راست میگه آقای سروش، هیچ چیزی رو دروغ نگفت الا قش آخری که گفت اینا یک سری ارباب دارن، نگفت ارباب بیت رهبری و سپاه پاسدارانه مثل خودش، این نگفت. خواست ما فکر بکنیم ارباب آمریکا و اروپاست که من این رو دیشب در کلاب هاوس مفصلا نقد کردم. حالا جمهوری اسلامی سر جاش وایساده، تکونم نخورده، اما برای درک این من شما رو عودت میدم به مثالهای تاریخی. ببینید ما انقلاب فرهنگی مائو رو داریم 1966، 16 می 1966 به مدت یک دهه آقای ماو تسه-تونگ با همکاری رفقا و همسرش یک چیزی را به نام انقلاب فرهنگی در چین به راه انداخت تا قبضه تمامی قدرت را در ید خود بکند. مراکز را بمباران کنید، تئاترهای مختلف، مشارکت کردن مردم بر علیه رفیق حزبی ها و سران حزب کمونیست چین. ما نمیدونیم. ما نمونه کوچکترش رو در انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین خلق دیدیم. با این سناریو که رفیق مسعود فاسد شده و دست زده به زن مهدی ابریشمچی، مجاهدین فریاد برآورد که باید مسعود را کشت. بعد گفتن شما شک کردید. شما چطور شک کردید برادر مسعود فاسده؟ حالا تزلزل داری، بالا بیار. ما از این نمونه ها زیاد دیدیم. ما نمونه پسر بن سلمان رو دیدیم. پسر بن سلمان آمد، هرچی راندخار عربستان و سعودی و شاهزاده دم در آورده است محصور کرد، پاره از دارایی های اینها رو گرفت، اونها رو بازداشت موقت کرد تا همه رو بترسونه. حالا هم سر افسار رو شل کرده، از رانندگی زنان گرفته تا قرقمیش وسط خیابان داره اصلاحات میکنه پسر بن سلمان. اما از اونجایی که این مجموعه ایرانیت هیچ وقت نتوانسته از یک وحدت بسازد و وحدت فقط در سیستم دولته و یک مش دولتیان بی‌تبار نامتعلق مثل علی خامنه‌ای که معلوم نیست تبارش به کجا میرسه در عریکه قدرت قرار گرفتن، این رو بایستی با نمایش انقلاب مردمی پیش راند. سناریوها همیشه اینطوریه. ببینید مثال بزنم خدمتتون. ما یه اقلیم کردستان عراق داریم. در این اقلیم کردستان عراق نسل اول پدران صاحب حزب یواش یواش از بین رفتن یا دارن از بین میرن. نسل دوم پسران میخوان در جای پدران بنشینند. با یک فساد بنیادین عمیق در عراق روبرو هستیم.
خب شما هیچ چهره کاریزماتیکی، هیچ متن انقلابی همهگیر مردمی، هیچ روایت عراق سازی مردم عراقی نداشتی. برای اینکه چیزی به نام حکومت در عراق بسازی، اجماع فساد، فرقه گرایی و عشیره گرایی و قبیله گرایی بایستی میکردی، تحت نام تحزب و عشایر مختلف و نیروهای مسلح فلان نحله فکری سکتی فرقه‌ای مذهبی. یه اجماعی از فساد از نیروهای ریز و درشت مسلح درست کردن. در اتحادیه میهنی اتفاق افتاد 2 سال پیش. اینا مثل به تقلید از مجاهدین خلق اومدن چیزی به نام ریاست اشتراکی درست کردن. بعد پسر آقای طالبانی بعد از مدتی گفت که اون رئیس دیگری که کنار دستش بود، پسر عموش بود، چیز میکرده، توطئه زهر خورد کردن او رو داشته، مادرش رو داشته و بعضی از سران حزب رو داشته و داشته تجسس میکرده در زندگی خصوصی اینها و این آقای لاهور شیخ جنگی را از قدرت ساقط کردن یک شبه. متقاعد این گفتن رئیس دستگاه امنیتی اینها خیانت کرده و در رفته و الان در نزد پارت دموکرات کردستان عراقه. خب ببینید، شما به عنوان نسل دومی که داری میراث پدرت رو میخوای به دست بگیری، با یه عده موانع روبرویی. یه عده پیر کفتار قدیمی فاسد که میتونن ادعا بکنن بگن تو بچه جغله بودی، کجا بودی وقتی ما داشتیم این حزب رو درست میکردیم، و تو نمیتونی تحت نام فساد از نیروی مردم استفاده بکنی مثل انقلاب چین. نمیتونی این کارو بکنی، چون امکان داره شیرازی قدرت از دستت خارج بشه، مردم بر علیهت قیام بکنن و خودتن پایین بکشن. تو چه اهرامی داری الان بخوای این پیر کفتارها رو همگی عقیم بکنی؟ چطور میتونی این فاسدین رو از قدرت بیرون بکنی؟ مثل همون سناریوی زهر خورد کردن. میری رئیس دستگاه امنیتی رو میگی اخراجش کردیم، رئیس دستگاه امنیتی برای تو شاخ و شونه میکشه، میگه من پدرت در میارم، من تو رو از قدرت به زیر میکشم. یه عده کفتار پیر هم دل خوش میکنن به این رئیس دستگاه امنیت، با این ارتباط میگیرن که در کودتای بر علیه پسرهای طالبانی شرکت بکنن. با همین بهانه پسرهای طالبانی تک تک اینها رو میتونن بگیرن، زندان کنن و اعدام کنن. به همین راحتی. میگه بازی سیاسی. به هیچ جور دیگری نمیشد اینها رو گرفت. یا بایستی از ابزار مردم استفاده میکردی که اگر بکنی به انقلاب تبدیل میشه. حالا جمهوری اسلامی در فراز مهاباد اشنوی جوان رود کامیاران سرندش ترسید تبدیل به انقلاب واقعی بشه، ترسید مؤسسات رو بگیرن، ترسید شوراهای مردمی درست بشه، نهادهای مردمی درست بشه. حالا داره چه کار میکنه؟ من در دیبیت ها ابتدای همین نمایش کذایی انقلاب شبیه سازی شده که من اسمشو گذاشتم و در آینده حتما خواهند گفت اولین انقلاب شبیه سازی شده آنلاینی انقلاب ایرانی بود، به همین خاطر میگن این تأثیر جهانی داره. بله، اولین بار داره در این سرزمین اجرا میشه. انقلاب دست نامری، من گفتم به مردم برید تو خونه ها بشینید، تکون نخورید، دولت ایرانی انقلاب میکنه. حالا مردم تو خونن، کسی کاری نمیکنه. دولت ایرانی یه مشت احمق رو میفرسته تحت نام دلسوزان مردم و اصناف و خیرین و بازنشستگان و مبارزان. یکی میگه مردم گوش نشه، یکی میگه مردم داره له میشه، یکی میگه جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه اینطوری ادامه بده، یکی میگه جمهوری اسلامی ضربه سنگینی خورده، یکی میگه ما از جمهوری اسلامی عبور کردیم. مثل کی؟ مثل زیدآبادی، مثل عباس عبدی، مثل کی؟ مثل میر حسین موسوی. میر حسین موسوی دهه 60 تو خیابونهای تهران بوی خون میآمد. این نخست وزیر بود. به دختران 12 ساله تجاوز میکردن در زندانی که این آقا نخست وزیرش بود. این شخص با شخصیت شخیص، این پیر خرفتی که امروز خرفت شده، تکان نخورد خودش و زنش بگن این جنایته، وجدان ما بیدار بشه، ما دست از کار بکشیم. نکردن.
حالا سوال کنید از این آقای موسوی، تو 88 نتونستی با وجود 3 میلیون نفر در خیابانهای تهران علی خامنه ای را به زیر بکشی، رأی تو پس بگیری؟ حالا چطور در گوشه خانت در حصر خانگی نشستی پیر خرفت؟ با چه قدرتی به دنبال رفراندوم قانون اساسی میگردی؟ کسی این سوالها رو نمیپرسه ها. شما تو خونه نشستی، طرف داره میگه انقلاب داره میشه. چطوری داره انقلاب میشه؟ ما چه کار کردیم که انقلاب داره میشه؟ ببینید 8 نفر در جورج تاون جمع شدن، مثل کی؟ مثل خانم زهرا امیرابراهیمی بدبخت چه کار است؟ یه خانم بیچاری یک ویدئوی رابطه جنسی با دوست پسرش لو رفته. با خانم گلشیفته فراهانی که آقای سروش داره میگه که تا اینو لختش نکردن به جامعه هنری راش ندادن در اروپا. یعنی که شما ایرانیان رو در مراودات بین المللی راه نمیدن تا لختتون نکنن، تا لخت اورتون نکنن. تلویه. حالا این میشه خوراک کی؟ یه مشت سلطنت طلب و یه مشت نمایشی عروسکی انتری که مطالبات دنیای امروز رو فکر میکنه خودش کشف کرده. بهترین کاری که میتونه بکنه اینه که این عبدالکریم سروش و حسین دباغ پوستکن این جزء شورای ملی انقلاب فرهنگی بوده. ها؟ این وزنی نداره، در صورتی که عبدالکریم سروش از اینها خیلی بیشتر وزن داره، در اون شیعیان تازه شیعه شده ولایت فقیه ایرانی. ببینید دولت ایرانی با 2 چهره رضاخان خمینی 2 کار کرد، 2 تا هویت به این سرزمین ما داد. یکی هویت آریایی شاهنشاهی، 2 هویت شیعه. در این الان همه اذعان میکنن که ایران یک اکثریت شیعه دارد و یک کشور شیعه است. دروغ میگن. ایران اکثریت شیعه ندارد، هیچ وقت هم نداشته. در این اسناد کذایی انقلاب کذایی مشروطه دلیل مخالفت شیخ فضل الله نوری یکی از دلایلش در اقلیت بودن شیعه در این سرزمینه. جالبه این سرزمین تمامی حواشی مرزیش که جای زیستی و نواحی مطلوب سکنای آدمیان است اکثرا سنیه، از خراسان گرفته تا کردستان، از جنوب گناوه گرفته تا استان فارس تا خوزستان. هیچ کسی تحت نام دولت شیعه ولایی یک آمار از این مردم رو نکرده. رو کنید. شما نه در اکثریت شیعه هستید، نه این مملکت شیعه است. اما چرا شما این رو به عنوان حقیقت مطلق خدشه ناپذیر به ما قبولندید و ما قبول کردیم از شما؟ طی 2 انقلاب، طی 2 نمایش، 2 رهبرسازی، رضاخان و خمینی. حالا این بار احتیاج ندارید، شما 2 هویت رو دادید به این دولت ایرانی: هویت شاهنشاهی باستانی، هویت شیعه گری با 2 چهره رضاخان و خمینی. رهبر آینده ابزار قدرت در دست داره، هویت نمیخواد بسازه. این 2 تا رو در هم تجمیع میکنه با ابزار قدرتی که در دستش داره، با وفاقی که با مردم نامتعین میکنه دولت ابدی ایرانی را میسازد. این کیه؟ حتما یکی از خاندان حاکمیت، از بیت رهبری، از نزدیکان علی خامنه ای که علی خامنه ای میتواند اعتماد بکند و سرنوشت خانواده خود را به دست او بدهد. حالا با این مقدمات ورود میکنیم به این داستان منشور. از این به بعد منشور پشت منشور، منشور فاحشگان، منشور آب حوضکش ها، منشور گداهای کنار خیابون، از این به بعد چپ و راست منشور دیگه خلاصه ظهور میکنه میاد بیرون. تا چه چیزی را نشان بدهد؟ تا پلورالیسم و تکثرگرایی را نشان بدهد. بعد وحدت دولت ایرانی این تکثرها را در کنار هم قرار میدهد. وحدت دولت ایرانی هم کیه؟ خاندان حاکمیتی که امروز بر عریکه قدرتن و میخواهند خود را ابدی بکنند. خب قبل از اینکه ورود بکنیم به این جریان،
این تحلیل هایی که ما میکنیم این قدرت رو به ما میده دولت ایرانی و علی خامنه‌ای و جانشین علی خامنه‌ای. اگه ما صبر میکردیم با شما همگام میشدیم مثل مردم و با شما نمی جنگیدیم که شکست نخوریم، 2 سال بعد که این سناریوها رو تکمیل کردید در اثر فساد و گرسنگی صدامون بلند میشد، هیچ که ما قبول نمی کرد. حالا ما هیچ کدام از این نمایشات شما را به نام اراده ما و قیام مردم مشعشع ما قبول نداریم. ما این رو تحت نام اراده مردم تعیین یافته ایران و تبلور ارادهشان در شکل دولت شما نمیدانیم و نه قبول داریم و تحلیل کردیم. از همین حالا نابود کننده سیستم کورپوریتی یهودی مسیحی شما ما هستیم. از همین حالا بنیاد برکن شما ما هستیم. از همین حالا اون نمایش آزادی فضای سیاسی بازی که میدی، اون آزادی اینترنتی که به راه میندازی، از همین حالا اون فضا ما ازش استفاده میکنیم و تو رو نابود میکنیم با همین تحلیلایی که الان داریم میکنیم و با همین نیرویی که الان به هم زدیم و با همین پندارهایی که در ذهن مردم قرار دادیم و با همین روایتی که بر روایت شیعه‌گری یهودی دروغ گویانه شما سوار کردیم و شما رو نابود کردیم. اینا با اون درد میخوره و به درد شکست شما. این انقلاب نیست، هیچ مردم متعین شده‌ای درش نیست. این پدر سوخته های منشور صادر کنم کارمندان پدر سوخته پفیوز خودتونن. حالا میریم این منشور رو میخونیم. شامگاه سه‌شنبه 25 بهمن 1401 و 152 روز پس از آغاز اعتراضات سراسری 20 تشکل صنفی در داخل ایران با امضای یک منشور مشترک مطالبات حد اقلی تشکل‌های مستقل صنفی مدنی را در 12 بند منتشر کردند. خب این مثل اون فرمان خمینی بود، گفت که به دلیل حق شرعی و چه میدونم مشروعیتی که از پس حضور میلیونی و رأی اعتمادی که به من دادن این شورا رو درست میکنم. اینم داره میگه که شامگاه 25 بهمن بعد از 152 روز از آغاز اعتراضات، یعنی هنوز ما در اعتراضاتیم، خیلی غلط کردیم. اعتراضاتی وجود نداره، کسی هم نیست از این اعتراضات گزارش بده و کسی هم نیست بگه که این اعتراضات چه شکلیه و تبیین نظریش کجاست تا تو به این بهانه منشور صادر بکنی. همه تو خونه های خودشونن. خامنه ای ما بقیه زندانی ها هم آزاد کرده، آقای رئیسی هم داره عفو عمومی به همه میده. دیگه تو این وسط چه کاری؟ تو چرا از این منشورها 4 دهه پیش ندادی؟ دهه 70 ندادی؟ حالا داری میگی که به پشتوانه 152 روز داری دروغ میگی. آبها از آسیا افتاده است. میدونی چرا آبها از آسیا افتاده؟ به خاطر که دولت ایرانی از ما میترسه که ما تبدیلش بکنیم به انقلاب واقعی، مؤسسات رو بگیریم. این مصطفی هجری رو فرستاد مردم رو بهشون توهین بکنه، اما مردم نه به مصطفی هجری نه به احزاب قومیتی گوش نداده و مؤسسات را فتح کردن و همین خاطر ترسید. حالا شما فکر میکنی به پشتوانه 152 روز اعتراضات دروغ داری میگی؟ اعتراضاتی موجود نیست. چرا دروغ میگی؟ خب به خاطر اینکه تو باید بگی به چه دلیلی داری از این حرفا میزنی. یادتونه من بهتون گفتم شما برید تو خونه ها بشینید، دولت ایرانی انقلاب میکنه. حالا 20 تشکل پدر سوخته کلاهبردار صنفی به زور داره میگه اعتراضاته. کجا اعتراضاته؟ ما به پشتوانه اعتراضات مردم منشور صادر می‌کنیم. تو خیلی غلط میکنی. تو چرا این منشور رو روز اول صادر نکردی؟ امضا کنندگان این منشور مشترک با اشاره به حضور گروه‌های مختلف. خب حالا من متن رو بخونم، ببخشید. مردم شریف و آزاده ایران. یعنی چه آزاده؟
آزاده معنا داره. آزاده جز ادبیات عرفانیه، یعنی کسی که از موقعیت در میره و نهایت آزادگیش هم اینه که بمیره. آزاده. مردم شریف و آزاده ایران در 44مین سال روز انقلاب 57 شیرازه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و از همگسیختگی فرو رفته است که هیچ چشمانداز و روشن و قابل حصولی را نمیتوان برای پایان دادن به آن در چارچوب روبنای سیاسی موجود متصور شد. اون روبنای آینده چه شکلیه؟ نمیشه متصور شد. خب حالا بخوا از این مردم بیاد تو خیابون همین روبنا رو از بین ببرن. تو میگی که در بحران عمیق اقتصادی و اجتماعی و اینها هستی، هم سکوت کردن، هیچ حرفی نمیزنن. کو حضور میلیونی این مردمی که تو الان داری ازش حرف میزنی؟ اینا داره نشون میده با این روبنا نمیشه. با کدوم روبنا میشه؟ با روبنای جمهوری اسلامی نمیشه. با روبنای جمهوری دموکراتیک ایران مشروطه میشه. با پاکن اسلامیشو پاک کنی تمومه، حله. خب هم از این روست که مردم ستم دیده ایران، زنان و جوانان و آزادی خواهایی که تو داری اسمشون رو میاری یه تبیین از آزادی کرده باشن تا ما بفهمیم در این ایران آزادی خواه تو یه 2 نفرم هستن تبیین آزادی کردن. لطفاً رو کنید. منظورتون از آزادی چیه؟ اونی که آزادی میخواد چه چیزی میخواد؟ خب یاوه گوییه، تهمت به دامان مردم انتزاعی نامتعین بستنه. انشا نوشته طرف با از جان گذشتگی کم نظیری خیابانهای شهرها را در سراسر کشور به مرکز مصافی تاریخی و تعیین کننده برای خاتمه دادن به شرایط ضد انسانی موجود تبدیل کردن. دروغ داری میگی؟ یعنی الان هم همین کار میکنن یا تبدیل کرده بودند؟ خب اینجا داری دروغ میگی. همه میدونن هیچ کسی در خیابانها نیست. داری دروغ میگی. و از 5 ماه پیش به رغم سرکوب خونین حکومت لحظه ای آرام نگرفتن. نه، حکومت سرکوب خونینی نکرد. ما همه جمهوری اسلامی رو میشناسیم. به قول خودتان 96,500 نفر رو کشت. به قول خودتان 3,000 نفر رو کشت در یه شبانه روز. اما در این 5 ماهی که تو اشاره میکنی آمار کشته‌ها به 450 نفر نرسیده در سراسر ایران. نداری دروغ میگی. قابل قیاس نیست. پرچم اعتراضات بنیادینی که امروز به دست زنان، دانشجویان، دانش آموزان، معلمان و کارگران و دادخواهان و هنرمندان و کوئی‌ها و نویسنده ها و عموم مردم ستم ایران در جای جای کشور از کردستان تا سیستان و بلوچستان برافراشته شده، کم سابقه ترین حمایت های بین المللی را به خود جلب کرده. داری دروغ میگی. اینم داری دروغ میگی. شما در بهترین حالت تعدادتون به 500,000 نفرم نرسید. داری دروغ میگی. کویرها و کارگران و خبازان و حمالان و همه چیز بگو. کفتربازها و خروسبازها و عجب. بیارید آقا تبیین نظریه انقلاب زن زندگی آزادی تن را بیارید. آقا 85 میلیون کله گنده مدعی ستم دیده بایستی بتونه یه گزارش خودش بده. من گشنم قار و قور شکمم میاد کتکم میزنم مگه شد تبیین کردن نظری؟ عزیز، فقر یعنی احتیاج حاد، نیاز دائمی. آدمی که داره احتیاج حاد و نیاز دائمیه از آدمیت خارج شده به حیوانیت رسیده. در وادی ضرورت یه لقمه نان بندازی جلوش آروم میشه. به همین خاطر فقر دستاویز تمامی تحولات جهان امروزین توسط حاکمیت بوده تا خیل گرسنه بی همه چیز را به خیابان بکشه و ازش استفاده بکنه. اعتراضی است علیه زن ستیزی.
یعنی چطور اعتراضی است علیه زن ستیزی؟ زن ستیزی که کی میکنه؟ اسلام میکنه، شیعه میکنه، دولت ایرانی میکنه، کی میکنه؟ دستگاه های مدرن میکنن. عزیز، دستگاه مدرن سرکوب پلیس و لوجستیک امروزین و تکنولوژی و اسلحه و بودجه و در ید حاکمیت قرار گرفتن تمامی قدرت یک جامعه است که ازش یک نیروی سرکوبگر میسازه. وقتی قدرت در دست آحاد مردم باشه حاکمیت اینطوری وجود نداره. کی داره زن ستیزی میکنه؟ شما. قانون مدرنتان. کی داره زن ستیزی میکنه؟ کی این توان رو داره این کار رو بکنه؟ زن ستیزی، تبعیض جنسیتی، ناامنی پایان ناپذیر اقتصادی. آقا در همین جمهوری اسلامی شیعه باز عقب افتاده شما آمار 100 نفر گی شیمیل برای من بیار که اینها را اعدام ملأ عام کردن. بیار تا من 200 تا لایو فیسبوکی و لایو اینستاگرامی از آقایان و خانمها، نه ببخشید، کویرهای دو جنسیتی که تبلیغ جنسی میکنند و تنفروشی آنلاین میکنن و نشونتون بدم. در همین شهرهای ایران و تهران و شیراز و مازندران و کرج و اینها هستن. تبعیض جنسیتی. ناامنی پایان ناپذیر اقتصادی. اوکی، ناامنی پایان ناپذیر اقتصادی باعث شده میلیون‌ها نفر از این عدم استقرار و از این عدم امنیت و یک شبه ثروت به تاراج رفته توسط به جا کردن ارزش پول ملی. شما نشون ما بدید، نشون بدید که از 85 میلیون حداقل 20 میلیونش اومده تو خیابون، 1/4 جمعیت. دروغ داری میگی، همه سکوت کردن. دروغ داری میگی. نه اینکه ناامنی اقتصادی نباشه. تو اینا رو دستاویز کردی میگی که انقلاب شده و از جمهوری اسلامی عبور کردیم، ولی داری دروغ میگی. هیچ نمود عینی وضع مادی نداره. بردگی نیروی کار، فقر و فلاکت و ستم طبقاتی. یعنی الان شما به دنبال حکومت کمونیستی هستی؟ برافزادن مالکیت خصوصی؟ این حرفا رو بلغور میکنی پشت سر هم که چه؟ هر آنچه را تحت نام انتقاد از نظام سرمایه‌داری بوده گرد هم آوردی به نام تبعیض و چه میدانم کمبود و عدم عدالت و عدم برابری، همینجا گذاشتی همه رو. بعد نمیگی راهکار از بین رفتن اینها چطوریه، ما چطور جمهوری اسلامی را به زمین میکشیم. نمیگی. ستم ملی مذهبی و انقلابی است که علیه هر شکلی از استبداد مذهبی و غیر مذهبی که در طول بیش از 1 قرن گذشته بر ما عموم مردم ایران تحمیل شده است. اینجا دم و خروست زد بیرون، معلوم شد از بیت رهبری داری این کار رو میکنی. چرا؟ چون داستان رو برگردوندی به آغاز مشروطیت. حالا تو داری میگی که ما از مشروطه تا فاز 3 دولت ایرانی یک ملتی را داریم که در پی از بین بردن تبعیض‌های جنسیتی و چه میدونم زن ستیزی و ملی مذهبی و استبدادی و اینها ناگهان در این فراز تاریخی مشعشع شدن و بر همه فارغ آمدند. تو نگفتی که جمهوری اسلامی داره این کارها رو میکنه. حالا تو یک دست کارنامه قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسلامی رو یکی کردی و گفتی ما یک ستم تاریخی 100 و اندی ساله را داریم از بین میبریم. این همون امتداد فاز 3 دولت ایرانیه. کاملا مشخصه که شماها رو کی داره هدایت میکنه، با چه هدفی برای شما انشا نویسی میکنه. 120 ساله. حالا دیگه علی خامنه‌ای هم کنار گذاشته شد. ساختار یه حکومتی که تبعیض داره باید اینها رو برطرف کرد، تکثرزایی کرد و بعد تحت نام وحدت دولت اینها رو به هم چسبوند. بسیار عالی. این اعتراضات زیر و رو کننده برآمده از متن جنبش‌های بزرگ و مدرن اجتماعی و خیزش نسل شکست ناپذیری است که مصمماً بر تاریخ 100 سال عقب ماندگی و در حاشیه ماندن آرمان برپای جامعه مدرن و مرفه آزاد در ایران نقطه پایانی بگذارن. دروغ داری میگی؟ یاوه داری میگی؟ حرف مفت داری میزنی؟ 4 تا از این جنبش‌های بزرگ تبیین شده مدرن تو بگو.
ببین ما در جهان قرن 21 داریم زندگی میکنیم. ایرانی جماعت هم خیلی شیکه و خیلی دوست داره مادی حرف بزنه. رمالی نکن، به آسمانم نرو، به صحرای کربلام نزن، از دست غیبی هم نگو. این جنبش هایی که تو میگی باید دارای تبیین نظری باشن. رو کن این تبیین نظری رو. این مردمی که تو داری میگی باید تعین پیدا کرده باشه. کجا تعین پیدا کرده این آحاد مردمی که داره تعقیب میکنه؟ شما که هر جایی که به اعتراضات برمیخوری یه عامل خارجی داره، یا فقر بهتون فشار آورده، یا یکی رو گرفتید کشتید میگید به وجدان عمومی برخورده. شما هیچ کسی را نمیبینید سوار بر بستری که تو اسمش رو میذاری جامعه مرفه مدرن. اینها جریانی را بر ساخته باشن طی 100 خورده سال پیش، تعقیب کرده باشن و امروزه تبدیل شده باشه به پرنسیپ های ایرانی بودگی. به دروغ میگی. پس از 2 انقلاب بزرگ در تاریخ معاصر ایران، هر دوتاش فاقد تبیین نظری، شرایط عینی و مادیه، داری حرف مفت میزنی. ولی شما سوار بر این ذهنیت متورم شده منحرف ایرانی داری دوباره انحراف درست میکنی. پس از 2 انقلاب بزرگ در تاریخ معاصر ایران، اینک جنبش های بزرگ اجتماعی پیشرو جنبش کارگری. پیشروی جنبش کارگری شما چیه؟ کدام پیشروی کردید؟ یعنی آوانگارد بودن شما چیه؟ چه کار دارید میکنید؟ جنبش پیشرو کارگری چه کار کردید؟ پیشرو بودن در جنبش کارگری چه شکلیه؟ یعنی همه سکوت کردن، شما آمدی جامعه کمونیستی میخوای، داری حرف مفت میزنی، داری دروغ میگی. جنبش معلمان و بازنشستگان، جنبش معلمان و بازنشستگان چی میگه؟ حقوق میخواد، سهم بیشتری از ارزش افزوده میخواد. به دنبال چیه یک مشت معلم و بازنشسته‌ای که کارش یک دستسازی در آموزش و پرورش برای مهیا کردن انسان‌هایی است در دستگاه ایدئولوژیک سرمایه داری؟ چی میخواد؟ حقوق میخواد، حقوق بیشتر میخواد. این چه ربطی به آزادی داره؟ این مردم متورم منحرف رو همین معلمان برساختن. جنبش برابری خواهانه زنان و دانشجویان و جوانان، جنبش علیه اعدام. جنبش حقوق حیوانات چه؟ جنبش جلوگیری از برافتادن نسل یوزهای ایرانی چه؟ جنبش تماشا کردن آنلاین جفتگیری آخرین نیوزهای ایرانی چه؟ اینم توش نیست؟ کو این جنبش زنان و دانشجویان و کیان اینا؟ جنبش تو این عطاری همه چیز پیدا میشه و در ابعاد توده‌ای جدا و از پایین در موقعیت تأثیرگذار تاریخی و تعیین کننده‌ای در شکل دهی به ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گرفتن. جدا چطوری به صورت توده در این ساختار قرار گرفتن؟ چطوری؟ الان همه اینها متشکل شدن از هسته‌های کوچک و هسته‌های بزرگ در تعقیب یک ایده بزرگ انقلابی با یک رهبریت منسجم. جدا چطوری ساختارهای اقتصادی را و اجتماعی را میخوان بسازن؟ چطوری مناسبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را از هم برمیکنن و از نو از پایین به بالا میسازن؟ چطوری کارو میکنن؟ خب این چون اسمش اصنافه بایستی یه مشت از این ادبیات کمونیستی هم ریخت توش، وگرنه اصناف معنی نداره. یه مشت خزعبلات زیر دست یه حکومت شیعه یهودی ریخت تو این کف. اینا اصنافن، سرشون میشن از این حرفا بلدن بزنن. جنبش آونگارد کارگری، 4 تا احمق در نیشکر 7 تپه. که در بهترین حالت داره سر سهم بیشتر از ارزش افزوده چونه زنی میکنه. نه به دنبال انقلابه، نه به دنبال برافکندن مناسبات اجتماعی، اقتصادی، سیاسیه، نه به دنبال لغو مالکیت خصوصیه. به دنبال هیچ کدوم از اینا نیست.
داره چونه زنی میکنه یه سهم بیشتری از این ارزش افزوده ببره. از همین رو این جنبش بران است تا برای همیشه به شکلگیری هر گونه قدرت از بالا پایان دهد و سرآغاز انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی، انقلابی اجتماعی مدرن و انسانی. انقلاب سیاسی نمیخواد بکنه، آزادی رو نمیخواد تعقیب بکنه. انقلاب سیاسی انقلاب آزادیه، انقلاب اجتماعی انقلاب عدالته، یعنی فقر، یعنی پاسخ دادن به فقر. مثل انقلاب آزادی انقلاب آمریکاست، انقلاب اجتماعی انقلاب فرانسه است. فقر بهترین حربه در دست بورژوازیه تا هر وقتی میخواد صورت عوض بکنه از پدیده فقر استفاده بکنه تحت نام انقلاب اجتماعی. برای رهایی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض، مهمترین ستم، ستم حاکمیتی، بی قدرت کردن مردمه. چطوری از این اشکال میخواد رها بشه؟ و استثمار و استبداد و دیکتاتوریت میباشد. خب برای این شما الان یک جریانی را میخواهی که یک آرمانی را داره تبیین میکنه، تعقیب میکنه، آیندش رو تئوریزه کرده و میداند چه چیز میخواهد، متشکل شده و حول یک محوری رهبریت ایستاده، کانونهای فساد اکنونی را مورد حمله قرار بده. موجوده؟ نه، موجود نیست. شما نمیذارید موجود باشه. شما ها رو کی بر ساخته؟ آقایان اصناف کی براتون ساخته؟ شما در هزاره سومی شما یه مشت کمونیست چپ نمای از بدنه چپ بیرون آمد، چه غلطی کردید در دنیای نئولیبرالی تا امروز میخواید از پایین ببار این کار رو بکنید؟ این همون سیاست های نئولیبرالیه. ما تشکل‌ها و نهادهای صنفی و مدنی امضا کننده این منشور با تمرکز بر اتحاد و به هم پیوستگی جنبش‌های اجتماعی و مطالباتی. از کی مطالبات؟ از کی؟ از حاکمیت؟ از کی مطالبه داریم؟ طلب میکنیم، اونو میزنیم تو دهنت. جنبش‌های مطالبات خواه. کی مطالبات رو براتون درست کرده؟ خودتون یا حاکمیت؟ و تمرکز بر مبارزه برای پایان دادن به وضعیت ضد انسانی و ویرانگر موجود، تحقق خواسته های حد اقلی زیر را به مثابه اولین فرامین و نتیجه اعتراضات بنیادین مردم ایران یگان راه پیافکنی ساختمان جامعه نوین و مدرن و انسانی در کشور می‌دانیم. مرتی که تو به من بگو این شرایط غیر انسانی رو که جمهوری اسلامی برساخته چگونه ازش عبور میکنی و چگونه جمهوری اسلامی رو به زمین میکشی تا تو الان خواسته حد اقلی برای کی درست بکنی؟ اگر تو فرض رو بر این گرفتی که جمهوری اسلامی میرود که از بین برود، چرا خواستت حد اقلیه؟ چرا حد اکثری نیست؟ چرا حد اکثری نیست؟ مگه تو نمیگی که جمهوری اسلامی داره دیگه نابود میشه؟ چرا حد اقلی داری فرمان میدی؟ چرا حد اکثری فرمان نمیدی؟ اگر جمهوری اسلامی از بین نمیره و تو مجبوری حد اقلی حرف بزنی، افاضات چه بود گفتی؟ که چه بشه؟ و از همه انسانهای شریف که دل در گرو آزادی و برابری و رهایی دارن، باز برغول عرکی کردی. شما دنبال انقلاب اجتماعی هستی، از آزادی حرف میزنی. بگو ببینم کدام آزادی را دارید تعقیب میکنی؟ تعریف بکن. کدام آزادی؟ چه نوع آزادی؟ رهایی. رهایی از چه؟ رهایی برای چه؟ هیچ پاسخی نیست. میخواهیم از کارخانه تا دانشگاه
مدارس و محلات تا صحنه جهانی پرچم این مطالبات حداقلی را بر بلندای قله رفیع آزادی خواهی برافراشته دارند. باریکلا، سخنرانی قرایی بود، واقعا تحت تاثیر قرار گرفتیم. خیلی مهم بود این حرفایی که زدید. شما مشتی پیزوریه بر ساخته بیت رهبری. جدا نگفتی تو چطوری میخوایم بر بلندای رفیع آزادی خواهی از این حرفا بزن. بر بلندای رفیع آزادی خواهی بر قله اورست مبارزات کمونیستی مارکس ایستاده، نمیخواد تو بری اونجا. جنبش های یکی پس از دیگری که در اروپا رخ داد ایستاده. حالا تو کار شاقی کردی، در بهترین حالت نبودی، هیچ جا حضور نداشتی. کارگران ایرانی حالا یهو چطوری سر از تخم در آوردی؟ اصناف ایرانی. عجب. یک شبه هم احساس میکنی میری بر بلندای رفیع آزادی خواهی میستی بدون هیچ تبیین نظری، بدون هیچ رهبریتی. از این شامورتی بازی ها فقط در فرهنگ شیعه یهودی شماها هست، در هیچ جای دنیا نیست. از یه مشت مردمان نامتعین گمنامی که معلوم نیست کیان و تو داری در مورد کی حرف میزنی. یک آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی. خامنه‌ای دیروز این کار رو کرد. زهرا محمدی میگفت که به زور از زندان اخراجم کردن. میگی نه تا برم مصاحبه رادیو زمانش رو بیارم. فایل صوتی و تصویری که میگه که به زور من از زندان اخراج کردم. این بی قید و شرط هیچی. تا طرف با تیپا انداختن بیرون. بیا برو بیرون. طرف میگه من زندان جا خوش کردم، جام خوبه. میگه نه آقا بیا برو بیرون. بند اول. آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی، منع جرم انگاری فعالیت سیاسی و صنفی و مدنی و محاکمه علنی آمرین و عاملین سرکوب اعتراضات مردمی. یعنی علی خامنه‌ای، یعنی فرماندهان سپاه پاسداران، یعنی تمام اونهایی که رندخار حاکمیتن و کنترل بازار رو در دست دارن و نمیذارن پایگاه رانتیشون از بین بره. شما تمام اینها رو میخوای محاکمه کنی؟ واقعا چطوری میخوای این کارو بکنی؟ اولا نگفتی کیان اینا. دو، آزادی بی قید و شرط عقیده، بیان و اندیشه. آقا همین حالا مولوی عبدالحمید در نماز جمعه زاهدان تشر میزنه به علی خامنه‌ای، ما رو دچار شک میکنه که ما توهم زدیم از این مملکت در رفتیم. ایران خیلی کشور دموکراتیکیه. نماینده ولی فقیه داره تشر میزنه به ولی فقیه. مولوی عبدالحمید با 1 متر ریش مرتیکه دجال تبدیل شده به منجی عالم بشریت. شماها تو زندان یارو موسوی در حبس خانگی و حصر خانگی حرف گند و گنده میزنه، امنیت ملی بر هم میزنه، میگه که ما بریم از جمهوری اسلامی عبور کنیم، رفراندوم قانون اساسی بکنیم. شما میگه آزادی عقیده نیست؟ عجب. یه مشت ملای شپشو مجمع روحانیت اهل تسنن در جوانرود و ما بقیه شهرها دارن از رفراندوم حرف میزنن، کسی هم کارشون نداره. ما داریم به خودمون مشکوک میشیم که ما توهم زدیم در رفتیم. علی خامنه‌ای آدم خوبیه. عجب. مطبوعات تحزب، تشکل‌های محلی و سراسری، صنفی و مردمی، اجتماعات. خب پس شما از کجا آمدید؟ مگه الان شما از مریخ دارید بیانیه صادر میکنید؟ مگه شما اصناف و تشکل‌های در اون جمهوری اسلامی نیستید؟ چطور جرأت میکنید از این حرفا میزنید؟ چطور شما رو تحت تعقیب قرار نمیدن؟ چطور میگی رو بناش زشت عوضش کنیم؟ چطور میگی با پشتوانه 152 روز اعتراضات ما از این حرفا میزنیم؟ و میگی اینا نیست؟ عجب. اگه اینا نیست تو از کجا در آمدی؟ آقا یکی این تناقضات رو تو این مردم متناقض تقیه کن شیعه برای ما حل کنه.
اجتماعات و اعتصابات و راهپیمایی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های صوتی و تصویری، لغو فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات مرگ، اعدام، قصاص، ممنوعیت هر قسم شکنجه روحی و جسمی. خب ابزاری که داری برای جلوگیری از اینها چیه؟ اینا رو دارم طلب میکنی از جمهوری اسلامی، اونم میگه خب زکی نمیدم. چه کار میکنی؟ فاز بعدی، قدم بعدی چیه؟ مطالبه داری، گفتی من این چیزا رو میخوام، اونم میگه نمیکنم. تو چه کار میکنی؟ معلوم نیست. شما از کجا این همه شهامت به دست آوردی ما نمیدونیم. اعلام بلادرنگ برابری کامل حقوق زنان با مردان. یعنی الان ما خیلی حقوق خوبی داریم در ایران، زنان تازه میخوان شکل ما بشن. جدا شما حالتون خوبه؟ یه جایی داری میگی که تبعیض داره نابودمون میکنه، بردگی کار رو نمیدونم، لاتایلاتی که گفتی، فقر رو نمیدونم، عدم قطعیت رو، اینجا داری میگی که برابری کامل حقوق زنان و مردان. یعنی الان حقوق ما خیلی کامل و خوبه. در تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی. امحاء و لغو بی قید و شرط قوانین و فرم‌های تبعیض آمیز علیه تعلقات و گرایش‌های جنسی و جنسیتی، به رسمیت شناختن جامعه رنگین کمانی LGBTQIA+. عجب. من نمی‌دونم چرا هر جا اسم زن میاد ما باقی انحرافات جنسی به زنها وصل میشه. من نمیدونم چرا حقوق برابر زن و مرد یهو ختم به LGBT و LGBTQ+ و از این حرفا میشه. جرم زدایی از همه تعلقات و گرایشات جنسی. آقا شما 100 تا پرونده برای ما رو کن که در این جمهوری اسلامی شیعه ولایی این گرایشات جنسی نامرغوب رو گرفتن، محاکمه کردن، حکم اعدام دادن. رو کن که در این جامعه الان داره گی و هموسکشوال و دو جنسه چش مردم رو در میاره، از شبکه‌های مجازی گرفته تا خیابون‌های مردم. چرا حرف مفت میزنی؟ شما چرا اصرار میکنی بدون اینکه 4 تا گی اعلام موجودیت کرده باشه، 4 تا کتک خورده باشه، ما بایستی بریم و به رسمیت بشناسیم؟ آقا چرا مجال نمیدید اینا 2 تا کتک بخورن برای حق خودشون، بجنگن برای حق خودشون؟ چرا میخواید با ترساندن یک جامعه، با سرکوب کردن یک جامعه رو به عقب برانید؟ شما چرا نمیذارید پروسس پویایی جامعه در سرزمین ما صورت بگیره؟ اصلا نمیذاری کسی طلب یه چیزی بکنه تا 2 نفر در مقابلش وایسن. شما توان مقابله کردن در مقابل خزعبلاتی رو که میگی از مردم هم میگیرید. شما چرا به اسم ما حرف میزنید؟ یعنی شما به خیال خودتون داری تمام تعویض‌ها رو تحت نام تکثر برجسته میکنی که در وحدت دولت ایرانی در کنار هم به خوشی و خرمی زندگی میکنن. عجب. ما انسان‌های حقیقی با تمام تضادهایی که داریم، با تمام تضاد منافعی که داریم، با تمام تعین‌هایی که داریم که میتونه برامون مشکل ساز باشه در مقابل دیگری، شما ما رو همه با پاکون پاک کردی ملت شریف و آزاده ایرانی در انتزاع. مجال هر گونه تعرض و تضاد رو هم از ما گرفتی تحت نام قانون و سرکوب قانون. عجب. و پایبندی بدون قید و شرط به تمامی حقوق زنان بر بدن و سرنوشت خود و جلوگیری از اعمال و کنترل مرد سالاران. عجب. مذهب امر خصوصی افراد است و نباید در مقدرات قانون سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور دخالت و حضور داشته باشد.
تأمین ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حقوق کارگران، معلمان و کارمندان و زحمتکشان شاغل و بازنشسته با حضور و دخالت توافق نماینده های منتخب تشکل های مستقل و سراسری آنان. اینا که هیچ کدوم پایه های دولت ایرانی رو نلرزوند، که یه مشت مطالبه بود که هر کسی میتونه ترک کنه، حاکمیت هم میتونه بشنوه و جواب نده. چه ربطی به انقلاب داشت؟ چه ربطی به تحقق امیدها داشت؟ تو داری این خواستا رو برای کی می‌نویسی؟ چه قدرت اجرایی پشت این داری؟ اینا تازه میخواد بسیج عمومی بکنه. واقعا امحاء قوانین و هر گونه نگریش مبتنی بر تبعیض و ستم ملی، مذهبی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب حمایتی و توزیع عادلانه و برابر امکانات دولتی برای رشد فرهنگ و هنر و در همه مناطق کشور و فراهم کردن تسهیلات لازم و برابر برای یادگیری و آموزش همه زبان‌های رایج در جامعه. این همون طرح خود دولت ایرانی، فدرالی خامنه‌ای، فدرالی محسن سردار سپاه کی بود؟ محسن بله اسمش یادم رفت، اون کسی که خودشو کاندید ریاست جمهوری میکنه. محسن رضایی. بله مصادره اموال همه اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی و خصوصی که با غارت مستقیم و یا رانت حکومتی اموال و ثروت‌های اجتماعی مردم ایران را به یغما برده، ثروت حاصل از این مصادره ها باید به فوریت صرف مدرنسازی و بازسازی آموزش و پرورش و صندوق بازنشستگی و محیط زیست و نیازهای مناطق و اقشاری از مردم ایران شود که در دو حکومت جمهوری اسلامی و رژیم سلطنتی محروم از امکانات کمتری برخوردار بودند. کی این کارو میکنه؟ تو. حکومت کارگری برخواسته از اراده تو، دولت انقلابی کمونیستی، جمهوری اسلامی بزک شده آینده. کی این کارا رو میکنه؟ تو. پایان دادن به تخریب‌های زیست محیطی، اجرای سیاست‌های بنیادین برای احیای زیرساخت‌های زیست محیطی که در طول 100 سال گذشته تخریب شدن و مشاع و عمومی کردن آن بخش‌هایی از طبیعت همچون مراتع، سواحل، جنگل‌ها و کوهپایه‌ها. یعنی آخرین تتمه بازمانده مالکیت دست مردم رو از مردم بگیری و به دولت بدی. آخرین حدش که در قالب خصوصی سازی حق عمومی مردم نسبت به آنها سلب شده است. ممنوعیت کار کودکان و تأمین زندگی و آموزش آنان جدای از موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده، ایجاد رفاه همگانی از طریق بیمه درمانی، بیمه بیکاری و تأمین اجتماعی قدرتمند برای همه افراد دارای سن قانونی آماده به کار و یا فاقد توانایی کار، رایگان سازی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان برای همه. عادی سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشورهای جهان بر مبنای روابطی عادلانه و احترام و متقابل، ممنوعیت دستیابی به سلاح اتمی و تلاش برای صلح جهانی. خسته نباشید. اینا تمام مطالبات بیت رهبریه. 4 تاشون هم عمل میکنه، 100 تاشون عمل نمیکنه. شما در یه پکیجی مش خزعبلات میدی بیرون. نمیگیم که ضمانت اجرایی اینها چه بود. حالا از این به بعد رفتگر و کبوترباز و خروسباز و چه میدونم دخترباز و هرچه بازه از این به بعد یه منشور صادر میکنه تا بشه چه؟ تا بشه انقلاب مردم. حالا دیگه جرأت نداره نمایش 57 رو برگزار بکنه، مردم رو بیاره تو خیابون اعتراضات خیابانی بکنه و تداوم بده. میترسه مردم متعین بشن، مؤسسات رو بگیرن، پدر اینا رو در بیارن. از این میترسه، از تعین مردم میترسه.
لذا مردم نامتعین رو در بخشنامه‌ها و منشورها و تشکل‌های کذایی ساختگی تحت نام حرف‌های تندتراق، خیلی از این خزعبلاتی که گفت مال انقلاب فرانسه بود. چیز جدیدی کشف نکردن. مطالبات هم داره، معلوم نیست یک ایران بدون جنگ افزار هسته‌ای. خودشون هم از روز اول از این کارها نمیتونستن بکنن و نکردن. از سال 1950 این دولت پیزوری ایرانی قرار بمب اتم بسازه، هزینه تحمیل میکنه، پول خرج میکنه، بمب اتم هم نمیتونه بسازه. ارتباط با جامعه جهانی، ارتباط با جامعه جهانی بگیری، صندوق بین‌المللی پول به تو میذاره اجازه بدی که تضمین کار داشته باشی، یعنی قرارداد بلند مدت کار بنویسی. صندوق جهانی اجازه نمیده. نرم‌های نئولیبرالی باید برقرار بشه. دولت حق نداره دخالت بکنه در بازار، حق نداره کنترل کنه، حق نداره تنظیم کنه، حق نداره رانت بده، حق نداره دخالت کنه در بازار. تو معلوم نیست لیبرالی، کمونیستی، معلوم نیست نئولیبرالی، معلوم نیست آنارشیستی، معلوم نیست فاسد کجا یه پکیج درست کردی، یه مشت خزعبلات توش ریختی تحت نام منشور. در جایی که مردم متعین شده وجود نداره، مردم قصدمند وجود نداره، مردم که توان روایت کردن از خودش موجود باشه وجود نداره. دم از تحزب و تشکل و صنف میزنی، خودت هم تشکل و صنفی، زیر دست جمهوری اسلامی از این حرفای صدمنی غاز ترکیبی میزنی. پیدا کنید پرتغال فروش را. این تلاش های دولت ایرانی به طرف ابدی کردن خودشه و ما نمیذاریم او این نمایشات مضحک یک مشت غیب شده فاسد رو تحت نام انقلاب و بیداری ایرانی به ما بفروشه. هیچ بیداری صورت نگرفته، هیچ مردم متعینی وجود نداره، یه مشت تشکل‌های فاسد برساخته در پوزیشن قرار گرفته منتفع شده رانتخار دارن مطالبه سازی میکنند، یک صورتی از انقلاب کذایی نمایشی آنلاینی بیاننامه‌ای و منشوری ارائه بدن. همشون باطلن و همشون قابل پیگیری و محاکمه. صورت دولت کذایی ایرانی فاسد دولت کورپوریتی یهود جهانیه و نابودی مطلقش را خواهانیم و این کار رو میکنیم. وقتتون خوش.